سلام آقای ریزنی. سلام پسر گلم. من آریا هستم، استنداپ اجرا میکنم. اجرا کن ببینم. به اینجا نگاه کنم اونجا اجرا کن. پسر پست گذاشته موندن گوشی اپل ایکس بگیرم یا سامسونگ 8. دختر زیرش نوشته بود بیا منو بگی. هم آشپزی میکنم برات، هم لباسا رو میشورم، آشغالا رو میرم دم در میذارم، کنترلم دست تو. بیا منو بگی. ما علت چمود خواستگار در ایران فهمیدیم. خب دخترای گلم خوب دقت کنید. علت علمی و روانشناسی از دیدگاه جهانبینی. علت اینه درصدی از پسرها که تعدادشون زیادن بیکارن، درصدی بیارن، درصدی بیبندوبارن، میمونه 10%. چون 10% خودشون زیر ابرو ورداشتن، چشمه‌های خواستگارن که یکی بیاد خودشو ببره. عزیز دلم. خب مادرشتا منو داره میگه. کل زندگی فقط یه عکسمون خوشگل در میاد، همون توسن که قبرمون استفاده میکنه. من وقتی دنیا اومدم بزرگای فامیل میگفتن هیچ کس قربون صدقه تو نمیره. همه به در مادرت میگفتن همینقدر که سالم خدا رو شد. الحمدلله تلگرام فیلتر شد. زمانی که تلگرام بود واقعا بعضی کثافت کنی میکردن. با ایسی موجشی تو رو میکشون توی یکی از این گروه ها، آز میکرد زرک خودش رو لف میداد. من نمیخوام بیام اونجا، به زور تو رو میبرد اونجا. عجب. یه ایرانی میتونه وقتی جایی از بدنش درد میکنه فشار بده، ببینه اگر فشار بده بیشتر درد میکنه یا نه. دیدی؟ آره. بعد میبینه بیشتر درد میکنه. یه رو بعد میگه بذار ببینم بیشتر فشار بدم جوری درد میکنه که درد کنه. انقدر فشار میده درده، میگه آقا اگه کاری نداری بذار من برم. یعنی من هنوز چون ایرانیایی هستم که در مهمانه حواسشون نیست کلمه صحبتن، یهو یک قند درشت از توی قندون بر میدارن، میبینن خیلی گنده است. خودندون نصف میکنه باقیشو میذاره سر جاش. خب اونای دیگر مادمن تا به بزا تو ریخته روش گذاشتی اونجا. از این بدترم داریم، بعضی 5 تا با هم بر میدارن. از تنبلی ها همون اول 5 تا موش میکنه و بر میداره، 2 تاشو میخوره، نصف تاش مونده تو دستش، عرقم کرده میریزه سر جاش. بلا نسبت چیست؟ میدونی چیه؟ یه جمله کوتاست. بلا نسبت اینو که میگی دیگه مجازی هر جور فوش و فضاحت و لیچار بار طرف کنید. به طرف داره میگه ها، اما چون بلا نسبت گفته این زهرشو کشیده. زهرش کشیده عزیزم. خب در دلی دهه 90. به قول بابام که همیشه میگه ما که اصلا بچگی نکردیم. راست میگی بیچاره. اون وقت بچه امروزی لب برمیچینه یه بکس کوچولو میکنه، میرن براش PS4 میخرن. PS4 $5 میلیون به دلار قبل. دلار قبل اونجا الان اینجا لب برمیچینه PS4. ما 3 ماه اینجا زدیم زمین. الان دهه 60 کلا صاف لگنشون، اکثرا آرزه لگن دارن. میزنه لگن و زن که این شمشیر پلاستیکی، برای این شمشیر با همون شمشیر پلاستیکی ما رو میزدن. مادر با قلاف میزد، پدر با خود شمشیر شمشیر رو به ما فرو میکرد. باور کنید گاهی و گاز در مترو دیدید؟ وقتی میری مترو
فکر میکنیم که ایرانی ها زرنگترین و سریعترین انسان های جهانن. جن به این صورت صندلی نمیگیره، جاشم صفر میکنه محکم. اون وقت تو صف آبربانک میبینین کنزنترین آدم دنیا. پشت سرش ایستاده بودم، دیدم صفر رو ستو سوا میکنه. گفتم آقا صفر آخر رو بردار، درست میشه، کشتی ما رو. بعد عددا رو حجاب جا میزد. بعد مسئله‌ای که میخواستم بگم اینه که ما داریم همه همدیگر رو میبینیم. روشن سالن اوضاع به این شکل باقی نمیمونه و باقی نخواهم ماند. اول اون طرف که میگفت رفتم تو خط تاکسی ها وایسادم، راننده تاکسی به من گفت اینجا خط ماست، برو شما اونور. گفت من اینجا وای میسم، وایم خواهم ساد. میگفت خود ده خدا بلند شد تعظیم کرد. از گور میگفت عجب حرکتی زدی که من توی کل فرهنگ لغتم نزدم، وایم خواهم ساد. تو بحث تبلیغات تلویزیون نگاه میکنی، میاد تو پنتهاوس 2000 متری دور میز میشن تونی ماهی میخورن. مگه اینا بردن همچین چیزی به هم میخوره؟ بعد از اون وقت تبلیغات ماهواره میاد روغن مار، میگه روغن مار تنها داروی حجم دنده و رویشنده مو. خب اگر روغن مار برای مو مفید بود، خود مار یه شلنگ پشمالو بود. لاغر بگو روغن داروی خرس. یه چیزی که بگنجه به ماجرا. از کجا بودی روغن مار؟ گوگلی بودن مار و همون سیگاری بودنشه. بس رو از روغن اون میخوای پشمامو در بیاری واسه ما؟ آقا در یخچال ببن آقا. یخچال سایپایسا میاد توی تلویزیون تبلیغ میکنه و چه عظمتی. آقا هر کسی گذشت خرید نداره. بعد دختری وارد میشه قرطومتر، از کجا میارن اینا رو نمیدونم. باش وارد کادر میشه، در یخچال رو باز میکنه، دوربین میره توی یخچال، میوه های استوایی یه دونه ور میداره گاز میزنه. بعد شروع میکنه دیالوگ. از وقتی که سایت خریدی خوشبختی. نگاه میکنی غذاها و میوه ها شیرینی ها چیده شده تا خیرچنا و یخچال. اون وقت در عالم واقع شما می در یخچال خونتون رو باز میکنین، اول از همه یه گابلمه برنج مال 3 شب پیش میفته رو پات. توی خونه هممونم هست. این که مورد مصرف داره من نمیدونم. اونجا میوه رو میکشی بیرون، عوض میوه پر از کدوه و بادنجون و گوجه از این حرفا. تو جا تخم مرغی هم عوض تخم مرغ پر گرس و شربت و شیاف. اون وقت 4 تیکه زغال گذاشتن تای یخچال که بوی یخچال رو بگیره. بابا یخچال دیگه بو نداره، این بدبخته. عزیزم خواستگاری به روایت دهه 90 پسر تعریف میکرد رفته بود خواستگاری. وقتی رفتن تو اتاق نشسته بودن، دختر گفت خونه میخوام، ماشین میخوام، پول میخوام، مسافرت میخوام. اون که همینطوری میگفت دیدم همه اینا رو منم میخوام و خودم تصمیم گرفتم دنبال شوهر بگردم. آها رفتی خواستگاری یعنی که چی؟ پدر مادر دختر جلو پدر مادر پسر همچین میگن ما دخترمون رو با خونه ده، ما دخترمون رو با زحمت، ما دخترمون رو با فلان بزرگ کردیم. انگار اینا پسرشونو از پسمانه خود و دیزل پیدا کردن. بابا این برای
پسرشون زحمت کشیدن تا بزرگش کردن. بعضیا به من میگفتن آریو برش تو ازدواج میکنی. وقتی خوب فکر کردم دیدم نه تنها از سن ازدواجم گذشته بلکه از سن طلاقم هم گذشته، اصلا تاریخ مصرف منم تمام شده. یوتیوب. از این به بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده آرشیو شده در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی منتظر شما هستم.